صدای خنده در غزه این روزها خیلی کم شنیده می شود. اما در این میدانچه بازی کودکانه در شهر خان یونس خردسالان لحظه از دهشت جنگ دور می شوند. هرچند اینجا هم پرره به خطر نیست. رگد ابو اسی 11 ساله می گوید پدری او را نیروهای اسرائیلی از همین میدانی بازی گرفته بردند. من از جنگ بسیار می ترسم زیرا نصف از دوستان من شهید شدند. بنا به اطلاع وزارت تندرستی غزه در پی موشکباران اسرائیل 5000 کودک کشته شدند. در مجموع در این جنگ 12300 فلسطینی فوتیدند. در حمله حماس ماه اکتبر 1200 اسرائیلی کشته شد. ارتش اسرائیل میگوید گروه حماس بناهای استقامتی و انشاءات غیر نظامی را به مرکز فرماندهی نگهداری اسلحه و مکان پرتاب موشک تبدیل داده است. حماس این ادعای اسرائیل را رد میکند. صدها فلسطینی که از منطقه های شمال غزه به جنوب کوچانیده شدند در مکتب های سازمان ملل پناه بردند و شرایط ضروری ندارند. احتمال آنها مجبور می شوند که از اینجا هم کوچ بندند. روز 17 نوامبر یاور سروزیر اسرائیل از ساکنان آسایشته خواست شهر جنوبی خان یونس را ترک کنند. به گفته وی حمله زمینی اسرائیل به این منطقه نزدیک است. اون رمضان آیت مادر فلسطینی میگوید در پی ضربه های به ایست هوایی فرزندان او آسیب جدی گرفتند. اگر ببینند که کبوتر پرواز دارد فکر میکنند این موشک است. وقتی کودکان از خواب میخیزند از من میپرسند که کی این حمله های هوایی تمام میشوند. کودکان روزهایی را از سر گذراندند که آنها را از سن واقعی خود کلانتر کرد. این مادر میخواهد اطفال فلسطینی هم مثل کودکان دیگر در دنیا زندگی آرام داشته باشند، ولی میگوید امید ندارد که دوباره شادی و خوشبختی به فضای غزه برگردد.